برام چقدر فوتبالیه؟ خیلی فوتبالیه ها. من اونم خیلی فوتبالیه. ربات پاره کرد، رباتش عمل کرد یا نه؟ آره. عمل نکرد ولی یه خورده ورزشینا کرد و اینا آها یا تو بهتره. فیزیوتراپی بودم. بعد چقدر این درازه، یعنی آقای بهرام افشاری منظورش اینه که آدم بسیار قد بلند. بابا من از طرف این برنامه و عادل عزیز از بهرام و همه قد بلندا آقا عذرخواهی اسمت بگم می‌کنم. آقا توی ببخشید. رفسنجانی خب اصلا طرف نمیگیم قد بلنده، میگم چقدر درازه. بعد یه کلمه داریم به نام سیسلا لنگ. بله خب سیسلا لنگو. سیسلا لنگو تو کجا میبینی؟ حالا بالاخره مثلا میگن طرف چه چیز دراز سیسلا لنگیه. سیسلا لنگو. سیسلا لنگو دیگه خیلی بخوای چیز کنی سیسلا لنگوی همچی درازه. آره ما یه دوره راجع به خودت هم همین فکر من می‌کردم. نگفتم من این وسط سکوت نه کردم هیچی. چون شاکی میشه. آره اون چیه رفتیم برنامه آها برام رفتی اونجا اونا دارن میگن دراز یه چیزی نگفتی به من عذرخواهی نه کردم. بابا باشه. نه آخه من رفته بودم فیزیوتراپی پیش خانم محمدی میرفتیم فیزیوتراپی کلینیک استقلال. بعد این جاش نمیشه رو تخت، خیلی بعد قد بلند و قد بلند و رشید. بعد آقا این میگم میترسم پام. بعد مثلا پاش رباتش پاره شده بود، همه میگفتن باید عمل کنی. میگم نه من نمیخوام عمل کنم. میگم خب بابا این قدت تو خجالت نمیکشی؟ چیز شده عمل کن دیگه.